بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردان و متعلمین عزیز، به فصل 7 از کتاب بیولوژی صنف 10 رسیدیم. در این جلسه انشاءالله مقدمات این بحث را با هم مطرح میکنیم و در جلسه آینده با انجینری ژنتیک آشنا میشویم. در این جلسه با ماده ژنتیک آشنا میشویم و با اجزای دی ان ای. اما ماده ژنتیکی، دانشمندان از دیرباز می دانستند که ماده ژنتیکی در حجره وجود دارد و معتقد بودند که این ماده ژنتیکی هر چیز که باشد باید حداقل 2 وظیفه مهم را در حجره انجام دهد. اول اینکه توانایی رهبری فعالیت‌های خاصی حجره را داشته باشد. کلیه فعالیت‌های حجره از تولید مثل، متابولیسم و هر فعالیت و تولیدی که در حجره انجام می‌شود باید به وسیله ماده ژنتیکی کنترل و رهبری شود. و دوم اینکه ماده ژنتیکی باید بتواند اطلاعات ارثی را از یک نسل به نسل دیگر یا از یک حجره به حجره دیگر منتقل کند. چون مولکول پروتئین پرکاربردترین مولکول در حجره به شمار می رفت و جزء اولین مولکول های شناخته شده بود، اغلب دانشمندان تصور می کردند که اون ماده مغلقی که این یک وظایف و عملیه ها را به عهده دارد پروتئین است. اما با مطالعات و تجارب بعدی معلوم شد که ماده‌ای که چنین وظایف مهمی را به عهده دارد دی ان ای می باشد. دی ان ای دیوکسیریبونوکلئیک اسید. شما در جلسات گذشته با کلمه ژن، با کلمه کروموزوم و با کلمه دی ان ای آشنا شدید. ما یک بار به شما گفتیم که صفات به وسیله ژن ها کنترل می شود، یک بار گفتیم به وسیله کروموزوم ها و یک بار هم به وسیله دی ان ای. در این قسمت می خواهیم کلیه این مطالب را با هم جمع کنیم و رابطه اینها را با هم تعیین کنیم. خوب دقت کنید. صفات ارثی توسط ژن ها تعیین می گردد. ژن ها می تواند از یک نسل به نسل دیگر منتقل شود. ژن در بالای کروموزوم قرار دارد و کروموزوم در داخلی هسته قرار دارد. کروموزوم از پروتئین و دی ان ای ساخته شده. پس اون چه به شما گفتیم این است. داخل هسته کروموزوم ها قرار دارند، بر روی کروموزوم ها ژن ها قرار دارند و همین کروموزوم با ژن هایی که روی آن است را ما به نام مولکولی دی ان ای میشناسیم. یعنی وقتی از نظر مولکولی نام میبریم به این مولکول میگیم مولکولی دی ان ای. پس دی ان ای یا دیوکسیریبونوکلئیک اسید همان ماده ژنتیکی است که تعیین کننده صفات ارثی است و میتواند از نسلی به نسل دیگر منتقل شود یا از حجره به حجره دیگر انتقال پیدا کند. ما وقتی میگوییم ژن در واقع در مورد دی ان ای صحبت میکنیم. وقتی میگوییم کروموزوم بازم داریم در رابطه با دی ان ای صحبت میکنیم. در نتیجه اگر دی ان ای را بشناسیم تمام موارد ذیل را شناخته ایم. ساختار دی ان ای. دی ان ای از نوکلئوتاید ساخته شده. این مطلب را در قسمت‌های قبلی با هم بررسی کرده بودیم. دی ان ای از نوکلئوتاید ساخته شده و نوکلئوتاید خودش از 3 بخش ساخته شده: قند 5 کربونه، گروپ فاسفید و مولکول قلوی. مولکول‌های قلوی خود 4 نوع هستند: آدونین، گوانین، سیتوزین و تایمین. هر کدام از اینها یک نوکلئوتاید است. شکل 5 ضلعی که در وسط قرار داره همون قند ریبوز است. گروه فسفات به رنگ سبز مشخص شده و آدنین و گوانین، سیتوزین و تایمین هم به شکل‌های مختلف در شکل دیده می شود. اما اینکه هر کدام از اینها به چه شکل و چه ساختاری در کنار هم قرار گرفتند. اولین کسانی که توانستند جواب درستی به این سوال بدهند 2 دانشمند بودند به نام واتسون و کریک. البته قبل از واتسون و کریک دانشمندان دیگر هم مطالعاتی کرده بودند، اما نتایج آنها نتوانست فعالیت‌های دی ان ای را خوب توضیح دهد. برای همین کار رسید به مدل واتسون و کریک.
جیمز واتسون و فرانسیس کریک دو دانشمند بودند که در سال 1950 مدل کیمیایی دی را کشف کردند. این دو دانشمند توانستند با ابزارها و وسایل ساده‌ای که در اختیار داشتند یک مدل شیماتیک و مدل ظاهری برای دی تصور کنند و مدل ساخته شده آنها این ویژگی را داشت که توانست کاپی شدن دی و فعالیت‌های دی در حجره را بررسی و توضیح دهد. مدل واتسون کریک چه چیزهایی را نشان می‌دهد؟ طبق مدل واتسون کریک، دی مانند یک زینه رابری تاب خورده است. یعنی دو قسمت موازی روبروی هم دارد که پلکان‌هایی در وسط اونها قرار گرفته است و بعد این زینه به صورتی تاب خورده در آمده است. امروزه به این ساختاری مارپیچی دوگانه گفته می شود. خب بازوهایی که در دو طرف این زینه قرار دارد که در شکل هم شما می‌بینید، بازوهایی که در دو طرف این زینه قرار دارد از قند و گروهی فسفات ساخته شده. خوب دقت کنید، قند و فسفات به دنبال همدیگر در این بازوها قرار گرفته است و پله های این زینه از جوره های قلوی قرار گرفته است. پله های زینه مولکول های قلوی است که به صورت جوره جوره روبروی هم قرار گرفته است. اگر در قرارگیری اینها دقت کنید می‌بینید که گوانین روبروی سیتوزین و تایمین روبروی آدینین قرار گرفته. این قانون در تمام طول دی ان ای ثابت است. یعنی در تمام مسیر گوانین و سیتوزین روبروی هم و تایمین و آدینین هم روبروی هم قرار گرفته. فقط این دو مورد می‌توانند با هم جوره شوند. یعنی هیچ وقت گوانین با آدینین جوره نمی‌شود، سیتوزین هم با تیمین جوره نمی‌شود. بین این دو قلوی هم نقطه چین‌هایی می‌بینید که به معنای پیوندی هیدروژنی است. در بین اینها رابطه های هیدروژنی قرار دارد که اینها را در کنار هم ثابت نگه می‌دارد. خب به پایان جلسه اول رسیدیم. در اینجا به بعضی از سوالها و پرسش‌ها در این زمینه پاسخ می‌دهیم. کدام یک از اجزای نوکلئوتاید نیست؟ قند ریبوز، گروه فسفید، آدنین، ژن. قند ریبوز، گروه فسفید و آدنین هر سه از اجزای نوکلئوتاید به شمار می‌روند، اما ژن اجزای نوکلئوتاید نیست، بلکه نوکلئوتاید جزء اجزای ژن به حساب می‌آید. پس ژن از اجزای نوکلئوتاید به شمار نمی رود. کدام یک در رابطه هیدروژنی دی ان شرکت می کند؟ گروه فسفید، قند، ریبوز، آدنین. در پیوند هیدروژنی یا در رابطه هیدروژنی آدنین شرکت می کند. گفتیم فقط قلوی ها، مولکول های قلوی در این رابطه حضور دارند. آدنین هم یکی از آنهاست. مدل مولکولی دی ان ای توسط کدام دانشمندان کشف شد؟ مندل، واتسون و کریک، مورگان، هیچ کدام. پاسخ سوال واتسون و کریک. نوکلئوتاید از چند حصه ساخته شده؟ نوکلئوتاید از 3 حصه ساخته شده. گزینه های سوال 4 حصه، 3 حصه، 2 حصه و 1 حصه. گفتیم نوکلئوتاید از 3 حصه ساخته شده، از قند، گروه فسفات و ماده قلوی. خب به پایان جلسه اول از فصل 7 رسیدیم. انشاءالله بقیه مباحث این فصل را در جلسات آینده پی میگیریم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.